سلام، خوش اومدیم به فاز پادکست، جایی که معلوم میشه فازتون چیه. امروز اومدیم اپیزود 0. موضوع خاصی نداریم حقیقت، کلا خیلی خودمونیم، خیلی فان، ولی موضوع اصلی کنکور و مهاجرته. از قسمت‌های بعدم مهمان‌های دعوت می‌کنیم که نخاله‌های زندگیتونن، قطعاً هستن، جنجالی. خب بریم سراغ معرفی. اول شنتی هستم، کوچیک شما فریارم، علیرضا. خب بریم راجع به سوال اول. هاش فری، سوال اول که شما دو نفر که کنکور تازه دادین نظرتون چی بود؟ چطور بود؟ اگه برگردین میدین کنکور رو؟ همه جوونا من میگم میدن کنکور رو؟ همه میدن، مجبورم، مخصوصا دخترها، چون آمار دارم من. آمار الان یک لحظه به من فرصت بدید. 67% نه دیگه، آره تقریبا بین 60 تا 70% شرکت کننده های کنکور این دخترها فقط میدن؟ دخترن. دلیل دخترها داره، فقط میدن؟ دخترها بیشتر میدن. چی کنکور رو؟ کنکوره دیگه، خب موضوع کنکوره. مهاجرت هم بالا صحبت میشه، خب چون 30% تقریبا پسرن. چون احساس میکنم اینو دیگه رسمی نیست، ولی احساس میکنم پسرا فهمیدن با مدرک دیگه کار پیدا نمیشه، مدرک الکیه. درست. دختران فاز دارن، الان یعنی دخترها دوست دارن خونه داره با مدرکی باشن. الان پس نظر درباره کسایی که مثلا الان مثلا نظر درباره کسایی که مدرک دارن پسر رو یه حرکتی زدن چی؟ موافق؟ آمار دیگه هم دارم. 80% فارغ التحصیلان دانشگاه ایران همه، یعنی آزاد، دولتی، شهید بهشتی، 80% شغلی که دارن، اولا که مثلا 50-60% بیکارن فارغ التحصیل. اون 40% که کار دارن، این 40% 80%شون شغلشون مرتبط با مدرکشون نیست. راننده اسنپه یا مثلا برق خون، چه میدونم الان تو کار ساخت و سازه. کار درست به نظر تو چیه؟ یعنی باید بریم سراغ علاقمون؟ علاقت ایران میگه کاری که پول هست، ایران میگه بخورش. ایران آره بد نشه. الان دولت ما خیلی کارآمده، درسو مشکل ما جووناییم، پررو شدیم. خدایی نظر تو چیه علیرضا؟ نظر من اینه که باید یه چیزی مثل کنکور باشه تا قراردادگری انجام بشه. کمترین داوطلب از استان‌ها سمنان و خراسان جنوبی. من کسی زندگی میکنه. سوال خوبی بود. و حالا اینا باز خوبن. 7000 نفر از سمنان اگه وجود نداره، من نمیدونم 7000 تا ایلینا اینا رو میبرم میارن. خراسان جنوبی 8900. باز یک سری فازدار داریم ما اینجا. اینا رو ببین، داوطلبان خارج از کشور ماشاءالله 191 نفر. اصلا این 191 نفر من نمیدونم یا ایرانو خوب نشناختن یا خارجو. مکالمه داریم میگن ندن، تا حالا سوال نشده برات؟ دخترا دادن. دخترا کنکور دیگه. آره کنکور. آره خب چرا ندن؟ آره. میدن دیگه. 64% گفتن ما میدیم. ما بریم تو خیابون 64% بپرسیم. نه خیابون با کنکور قسم بحثش شده، هیچ کس میگه یعنی دیگه. بعضی کسی که خیابونیه نمیتونه درسش خوب باشه. نه دیگه من خودم الان اینو چه خرم میاد باز. سفارت، بعد از اونجا امتحان ایران. لطفاً جزو این 190 نفر نباشین تو زندگیتون. یعنی 91 نفر بودن. اینا 191 نفر. پادکست یعنی 190 نفر رو دعوت می‌کنیم. میگه فازتون چیه؟ اون یه نفر فاز واقعا اون یه نفر حساب نکرد. اون یه نفر پارتی بازی کردن. اصلا یک وضعیتیه. حالا تو چه کشورهای کنکور برگزار میشه؟ کره جنوبی رو میدونم. کره جنوبی، چین، ایران، چین همه آسیایی هم. ترکیه، ژاپن، اروپایی. فرانسه، برزیل. فرانسه برگزار میشه کنکور؟ آره. یه کشورهای بدون کنکورن. حالا من یه سوال دارم، این که به نظر کار خارج درسته که واسه هر رشته‌ای که مد نظرته اون برای اون دانشگاه امتحان میدی یا کنکور ایران؟ خب نه دیگه، ببین اون کنکور متمرکز بدون کنکور متمرکز برای آمریکا، آلمان و انگلیس. یعنی بقیه جا همون کنکور ترکیه و اینا شبیه ایران. آره. با همین مافیایی که پشتش هست. با همین مافیا که نه. آخه اصولا اون کتابایی که باید برای کنکور بخری، حالا شاید بعضی در توانشون نباشه، هم خد من باشه. اینم جدیدن شده، یعنی 7-8 سالی میشه. قبلترش کنکور اینجوری نبود. خب مثلا به نظر خود واسه این شاید کتاب خودشون از عمد دستکاری میکنن که یه اطلاعاتی رو نتونی در بیاری، مجبور شی به کتاب درسی رو 100% کتاب درسی رو ناقص میذارن تا مافیا بتونه پول در بیاره. تئوری تو موافقی با این حرکت یا نه؟ اگه خودت جزو این مافیا بودی؟ آره. موافق بودی؟ آره. پول خوبی 800,000 نفر سالانه. من یه چیزی بگم شما چیزی هست. پول خوبی در میارن.
سوالو تکشید. نه آخرین چیزی که نظرت راجع به کنکور عوض کرد چی بود؟ آخرین چیزی که خوندی گفتی چرا چشم تو الان باز نکرد؟ یعنی آخرین چیزی که باید میخوندم یا نباید میخوندم کدوم منظورته؟ یه مطلب دیدی راجع به کنکور؟ چی شد نخوندم؟ یا اگه خوندی آخرها چی شد خوندی؟ من خیلی کنگوشاد بودم. خیلی؟ آره. یعنی اصلا میگفتم پزشکم بشی 200 میلیون ماهی میگیری میگفتی نه من تالار کار میکنم. داداش من اون شکلی دیز میکنی میمونا رو بیاریم چه میدونم تو خب میگم 200 میلیون قیدش زدی واسه روزی 600 تومن. کارهای پشت میزی زیاد با روحیات من سازگار نیست. من بیشتر دنبال هیجانم. دو میز نه پشت میز نره یا بعد این اون ور میز هم که بعده نه چون مریض باید بشی اون ور میز باشی حداقل روی میز باشه. زیر میزم حالا جای خوبی نیست. کلا از میز میخواید دور باشی. 100%. من کلا آدم میزی نیستم. من بیشتر آدم خب اگه یعنی بگن که کنکور بس رتبه خوبم میاری نمیخونی باز. بستگی داره چند ساعت در روز باشه. من میدونی چون اصلا می‌رسی بعضی ساعت برایش مهم نیست سهمیه دارن. از سال 61 سهمیه اضافه شد. من حقیقتا 55 من خودم داشتیم تو این باورم که الان مثلا من برای بچه‌م بخوام بگم موقع جوونی چی کار کردی مثلا چی بگم درس خوندم. من اینو ترجیح میدم که خاطرات خوب برای بچه‌م بتونم تعریف کنم تا اینکه بخوام مثلا کراک زدم پسر دو بچه‌ها هم کلاسی هم داشتن درس می‌خوندن شیشه آیس اینا بی اینا سانسور کن. بعد آموزی داره داشت. داخل امتحانات نهایی 2806 تا تقلب سال 1402 ثبت شد. بعدش دیگه شد ولی ثبت نکرد. الان من یه سوال بپرسم بعضیتون اینا آدم‌ها خیلی شجاعی یا خیلی احمق؟ قبل این سوال من یه چیز بگم بهتون راجع به استان خودمون. یک سال کنکور بود سال 98 یا 9 یک حوزه رو از تهران اومدن همه موبایل داشتن تو حوزه کنکور. من نمیدونم اونا با هماهنگی کردن حتی خود دانشگاه. خیلی حال میده. انقدر زیاد تقلب شده بود که اصلا یه بار دیگه کنکور برگزار کرد. دیما آره. کنکور از سال 42 تأسیس شد. زمان شاه 42 آره. به خاطر کمبود ظرفیت دانشگاه و الان جالب ببینید تعداد الان هم باز دانشگاه افزایش پیدا کرده ولی بازم ظرفیت بر ضبط ظرفیت دانشجوها زیاد بودن دانشگاه کم بود. الان دانشگاه ما چین بیشتره. آمار رسمی میگه چین با 1 میلیارد جمعیت ما دانشگاهمون از اونها بیشتره. بعد باز می ظرفیت یه چیز دیگه چین کلا بی ظرفیته. یه جای خونده بودم چین 10% کسایی که داوطلبشن میرن داخل دانشگاه یعنی شانس قبولی دارن. 10% 150 میلیون دیگه بازم خیلیه. اینجا 800,000 نفر شرکت میکنن. آزمون شرکت میکنن. شرکت میکنن. ولی خب اینجا اینجوری نیست. اینجا چند درصد اینه؟ اینجا از همون 800,000 نفر کلا 10,000 تا 20,000 تاش خیلی بده. تاپ دولتی قبول میشن. برنامه آزاد. پیام نور. فاز دارن. فازشون چیه؟ همونایی که قبول نمیشن میخوان مهاجرت کنن. باور کن. همونا ما مهاجرت کنن. حالا شما تو خودتون میخواید قصد مهاجرت 100%. چی اونور دیدی؟ ایتالیا. اونور خیلی چیزا دیدم. چی دیدی؟ بهت نشون بدم. میخوای بعدا نشون میدم. روسیه من میخوام برم. روسیه هم عالیه. روسیه اتفاقا شنیدم تعداد زناش خیلی بیشتر از مرداشه. ما برای دنبال ازدواج برای کنکور مگه اینور نمیدی که بری اونور منی میخوای دوباره بدی؟ آره اونور میرم میدم. کلا میخوای بدی؟ آره. اما مثلا یک کشور دیگه هم بری اونورم دنبال تایلند من شنیدم خیلی کنکوراش خوبه مناسب نه اون دیگه داداش کنکور نبوده. اونجا کنکورش عملی هم هست آخه قیچی و اینا داخلش مثلا میبرن. یا برگرو؟ نه آره دیگه. مثلا اگه تقلب کنی برگر میبرن. میگه فکر کن یه روز صبح بیدار شی مثلا مهاجرت کردی آلمان. یه روز صبح بیدار شی برید دوشم همه دارن فارسی صحبت میکنن. با خودت چی فکر میکنی؟ فکر میکنم تلپورت شدم دوباره ایران. اصلا همه دارن مازندرانی صحبت میکنن مثلا. لهجه نمیشه لهجه غلیظ شهر خودت. یا میری تو کوچه میگی برار. مثلا وسط آلمان تو برلین
برر نه ثابت آیا این می‌کنم سری به بیام خودم. یه آره. سوال ازشون میپرسم که ثابت کنم ما واقعا مازندرانی یا دارن اداشو در میارن. احتمالاً دیپورت شد. سوال چی مثلا- می‌پرسی؟ علی گرایلی نشناسنی؟ نه مثلا 2 تا نور بالا پشت سرشون میدم. نور بالا فکر کن ماشین نه. اگه اومد دوباره پشت سرم نور بالا داد میفهمم مازندرانیه. نه تو فکر کن ماشین یا نه. کرجه. ماشین نهرم. پیاده شدی همسایه دیدی و صبح مثلا همیشه میگی گوت مورگن با آلمانی میگه برر صبحت بخیر. تو میدونی این چی این میگه؟ فاز چیه؟ من با خودم آلمانی میگم، صحبت کن باش کپ من با کنه خودم فکر کنه تو میگم، آلمانی. تختم دیپورت شدم دوباره ایران. دیپورت شدی نه آخه لوکیشن همونه فقط افغانی صحبت ها مگه؟ فرق میکنه. افغانی. فکر کن ایرانی‌ها آوردن آلمانی‌ها رو ببرن ایران. فقط بخاطر که ترکی کنن تو رو زایه کنن خیلی بده. اصلا بچه مرد میگن گفتیم تو تنها نمیذاریم اومدم یهو میاد بیرون پسره میاد بیرون. بعد قدیم کنکور خیلی بهتر بود. 100% منم شنیدم. قدیم عمومی‌ها اصلا با سگ و پرتاب درس نخونا بود. بعد اصلا قدیم عمومی‌ها رو کلا یه حذف طوری بود که کردن. فشار ذهنی کمتر بود تو میتونستی درس بخونی میرسیدی. الان فشار همه جوره بالا. فشار نگیم توه. نوبتی. تو مغز. فشار خیلیه. فشار هزینه زیاده. زیاده. هزینه هزینه سنگین. باید- یه کتاب 1 تومن میخری. واقعا. خود کتاب درسی از 30-40 هزار الان تومن. مثلا من کمک یه سوال درسی از دارم. 1 تومن. مثلا یکی عاشق دکترا باشه بخواد بره دکتر شه بعد ولی هزینه مالیشو نداشته باشه بعد از اون طرف کار کنه هزینه کتابش هم در بیاره. چیزای خوب هم بزنه منطقیه نمی‌رسی. یعنی بعد چیزای خوب بزنه نمیرسی. اوکی. یک راز لبخندت فهمیدم. خیلی لبخند خوشگلی دقیقاً. بود. جذاب خندید. بعد اونهایی که ایرانیه که مهاجرت میکنن فاز اینه دارن که داش ایران نمیشه اونها هیچ وقت درک نکردن. مثلا یکی از دلایلی که میخوام برم همینه. برم منم اینطوری همین جو ایران شاید نمیشه. باید بری اونجا تا درکش میکنی. میخوام برم داشتی. باید بری توشون. میرم. تو جونم میرم. تا کجا توشون میدی؟ من تا هر جا بشه نفوذ من آدم نفوذی. آدم تو همین رفتن. الان نگاه کن بین شما نفوذ کردم. شما مشکی من صورتی بشه. جنسیت هم برات مهمه؟ بخوای بری توشون؟ من اونجا دیگه داعش اصلا این صحبت ها نیست. اونجا نمیترسی ادامه کنی نه بروزی اونجا نه اونجا اصلا ریلکس دختر لازم پسر نمی‌شی. اوکی اوکی. آره فعلا یعنی اوکی هم با مثل اینجا نیست که تو تا دانشگاه دختر نمیبینی یهو می دانشگاه ترم اول همه میخوام با هم ازدواج کنم آفرین. همه میگن من اصلا عاشق شدم زن زندگیم پیدا شد چه خبره این دستش تا اونجا تو اونجا اونه تو درس کیفه؟ آره اصلا خیلی بده جزوش یهو در میاره درسته. یهو در یهو در میاره اصلا وضعیتی ممکنه چیزای دیگه هم در بیاره به نظره؟ ممکنه دیگه آره ممکن. اون باید رشته بستگی به رشته داره پزشک باشی چیز دیگه هم در یعنی پسرا هم مثلا دنبال زن گرفتن داخل دانشگاه یا دنبال دختربازی پسر دنبال تخلیه تخلیه چی تخلیه ذهنی تخلیه انرژیشون آفرین انرژی. کافئین ما زیاد مصرف درسته. می‌کنیم کافئین هم ما چقدر اصلا یه بذار بحث عوض کنم ما چقدر علیکی کافه داریم تو ایران قهوه درآمد اینا. خوبی داره. داشت مصرف میانگین ایرانی‌ها 400 گرمه سالانه خیلی کمتر از جهانی 12 کیلوگرمه اینجا 400 گرم. مثلا یه کشور نزدیک آفریقا مثلا چه اوروگوئه برزیل نه که خوش قهوه اونا داره خوش. 1.2 کیلوگرمه خب نه ببین طرفدار خودشو داره به نظر من. اون آره جمعیت دیگه. الان ممکنه بزد به خاطر فازشون باشه همه فاز دارن هر چیزی هستش برمیگرده به اینکه سوال فاز چیه نه؟ فازشون چیه فازشون ایرانی‌ها کلا یه فازی رو میان ترند میشه همه رو اون فاز سوار میشه ممکنه این مثلا به خاطر کمبود تفریح باشه کمبود چیکار نکنم به خاطر احساس کنم کافیس. نه به خاطر گرونی مواد مخدره آها یعنی ارزون بود ارزون ترین کافئین با الان 50 تومن هر شیشه هم خب ارزونه الان شیشه ارزون قهوه نیست. مثلا داخل یه من کافه نمیدونم قیمتش از کجا نمیدونم قهوه داخل مثلا یه کافه خیلی اوکی و فلان لاکچری 120 تومنه یه دبل اسپرسو آفرین بعد شیشه 50 تومنه و دیگه رم اسم کافه رو داشتی میگفتی سانس بوق میذارم اینجا شیشه ولی 50 گرمه 50 گرم 50 گرم خیلیه بالاخره ما خود هیتلر خدا بیامرز با اون لشکرش که اروپا رو فتح کردن مثلا 20 گرم مصرف کرد تو 50 گرم بزنی فکر کنم جهان رو فتح کنی چی میگم تو خواب خیلی زیاد میشه نه من کلا آدم چون مصرف میکنم نمیخوابم زیاد خواب نمیخوابی این پادکست مثلا همین 4 صبح داره ضبط میشه الان شما بیرون نبینید 54 دقیقه 54 دقیقه صبح دیگه نه درست بعد خارجی ها چی فکر میکنن راجع ما میریم اونور مثلا با خودشون دنگه یا مثلا چه کشور داغونی داره نه
اومد اینجا. فکر نکنم اینو الان ما در مورد بیشتر افغانی چی برمیگرده. فکر می‌کنیم؟ افغانی خیلی افغانی آخه نه اصلا بحث این نیست. افغانی خودش باعث شدش که همچین دیدی داشته باشه جامعه نسبت بهش. مثلا من برم اونور خودم آقا یعنی ایرانی بره داخل آلمان، ایران نریم همین دیگه ایرانی بره داخل آلمان بتونه مثلا باعث توسعه یه سازمانی بشه که برای آلمانیا هم منفعت داشته باشه، این طبیعتا دوست دارن دیگه. ولی افغانی‌ها وقتی میان اینجا خب به عنوان کارگری آجر نه اصلا بس این نیست، آجر میچینن رو هم. بعد آلمان کشوریه که برای مثال توسعه یافته است، یعنی تو هر چه قدم بری اونجا بازم نیاز به نیروی کار داره. ولی افغانی وقتی میاد اینور نیروی کار دیگه نیاز نداره، این جای خود ایرانیه رو میگیره. چرا؟ چون نه بیمه میخواد، حقوق کمتری میخواد دیگه، نمیدونم بقیه مشکل نداره. چه آلمان اونجا میره چون میدونه شاید چون نزدیکتره به ایران، یا شاید چون هموطنش بیشتر. الان مثلا تو الان نه مثلا تو میخوای بری 70% خشخاش دنیا رو بر مصارف دارویی برای دارویی افغانستان تهیه میکنه. قبلا ایران هم جزوش بود به دلیل خاش تو غیر قانونی دیگه. آره چی کرد غیر قانونیش. افغانستان بازار دست گرفت. الان مثلا تو خودت میخوای بری یه جا مهاجرت کنی، ترجیح میدی هموطنات اونجا باشن یا نباشن؟ من ترجیح من افغانستان چیزایی که میخوام باشه. نه افغانستان رو کار ندارم، میگم میخوای یه جا مهاجرت کنی. افغانستان ورزشکارم. یس. دوست داری یه شهری از ایتالیا بری که همه ایرانی ان بیشترشون؟ نه من دوست دارم روم فقط. نه الان آقا روم مثلا اگه همه ایرانی باشن تو علاقت بیشتر میشه که بری. نه اتفاقا ایرانی نباشن، آفرین کمتر میشه. سوال الان مثلا شاید افغانی‌ها این شکلی دوست داشته باشن که یه جا برن بیشتر باشه ایرانی، بیشتر فارسی زبان باشه. اینم باحال. تاجیکستان چرا نمیرن؟ تاجیکستان شاید چون میگیرنشون. الان ایران میگیرنشون. ایران میگیره ولی نه در اون حد. الان میگیره، جدیداً میگیره دیگه. حالا جدید و قدیمش ایرانی احساس می‌کنم واسه چیزایی که همراهشونه اینا رو میگیرن. واسه خودشون نیست. اول میاد تو میگه جیب میباد خالی کن داش 10 گرم هم بگیری بسه براش. یعنی چیز خوب افغانی. حالا مثلا اینکه ایرانی‌ها کتک میزنن افغانی‌ها کار درستیه؟ تو خودت ببینی میزنی. مثلا من برم ایتالیا من کتک بزنم کار درسته. کتک کار غلطیه. آخه مثلا بکن اون افغانی گرفته مثلا هموطن تو زده خیلیاشو. اون هموطن ما رو. یعنی الان مثلا تو بری اونور بزنی انتظار داری نزنن تو رو. اونور برم همه رو میزنم. من لاتمه. با اونور بری هیچ چشی میگم. اونور بری مثلا نمیکننه تنبیه؟ نه. اونا ما رو کار ندارن. نمیکنن. اونا ایتالیایی‌ها فقط صداشونو بلند میکنن. تا جایی که فرهنگی من درآوردم فوش میدن، صداشون هم خیلی بلند میکنن و در عرصه چون قانون‌های سخیرانه زیاد دارن. مثلا رفتی اونور الان مهاجرت کردی و همه چی گل و بلبل، یه خونه هم داری، اولین کاری که میخوای بری سر بزنی چیه؟ مثلا مکدونالد تو رو بلاک میکنن. منو بلاک میکنی؟ منطقی. تو چیکار میکنی اگه مهاجرت کنی؟ همه ایرانی‌ها بلاک نکنی لطفا. اول میگم میخوام داشت تایم خوابم درست بشه. آفرین راست ملاتونین خشاب میبرم. نه حالا مثلا کجا میری کار کنی؟ اونجا که نمیتونی یه سال نمیتونی کار کنی. نه من کار میکنم. زیر میزی. دانشجو اگه تحصیلی باشه فکر کنم ویزا تحصیلی باشه میتونی بری. در کنار ویزای پس میرم باریستایی میکنم. باریستایی میکنی؟ کافه اونور یعنی وضعیت الان باریستایی بخوای بکنی وضعیت ایران گزینه بهتری برای باریستایی نیست که کافه ریخته. داش نمیخوام اونجا باریستاشم بگه. اونجا تحصیل میکنم میگه پاره وقت خرجت در بیاری. گزینه خوبیه یعنی باریستا. آره پیک موتوری هم شیدم اونجا خوبه ولی با موتور داری خودت. نه دیگه نه. اونجا با دوچرخه هم من شنیدم مثلا دوچرخه هم میشه. من پیاده هم پیک میبرم. فقط غذا 2 روز بعد. نه حالا یه چیز بگم، این شیشه کسایی که شیشه مصرف میکنن اصولا مثلا واسه اینکه پلیس بهشون شک نکنه پیاده میرن. نه مثلا کارتون خوابا میبینی نصفشون وضعشون خوبه ولی چون شیشه مصرف میکنن واسه اینکه پلیس بهشون شک نکنه میرن کارتون خوابی که مثلا آشغال ماشغال جمع میکنن که پلیس نگیره اینا رو. مثلا تو هم یعنی این حرکت رو میزنی شیشه میزنی شب میری پیک شب کسی غذا میخواد او شاید بخوان اونور میخوام ما نمیدونیم که اونور شب میخوام. اونو فرق داش مثل برم اونجا کال کنی اون یعنی مثلا کسی به نظر چت نمیکنه که مثلا کره خوری یا سه حساب بیافته اونور نه اونجا نمیدونه داش نرفنس که من اصلا بخش مخدری اونجا من اینجا اگه در راجع مخدر تحقیق کردم چون زندگی بعد میخوایم فرار کنیم اونجا انقدر حالشون خوبه اصلا مواد نمیزنن عمر مواد خیلی کمه حتی آزاده مثلا هلند همین چیزی گفتی بیبه آزاده ولی مصرفش نگاه از ایران مثلا شاید 40% کم داره
بیشتر مشروب میخوره. وقتی میدونم تو وقتی میدونم تو کشور حالم خوبه باور کن اصلا فکر موادش نیستم تو سمتش نمیری. آفرین. اصلا باور کن مثلا همین الان کافه مثلا قبلا کافه نبود داخل ایران چقدر همه میرفتن پیگیر بودن استوری فلان بیسا الان هم میرم ولی با اینا کمتر شده. بعد میگه که یک عادت ایرانی که اونجا برات عجیب میشه چیه من میدونم تعارف کردن میدونی که نه تو زبان‌های دیگه تعارف کردن نه مثلا بفرمایید اصلا تو اکثر زبون‌ها ما اصلا اینکه اول شما بفرمایید مثلا تو انگلیسی که میگم نه تعارف نداره اینم عجیبه مثلا دم در وای میسی مثلا میگه شما بخوای بگیری بعد بگی قابل نره بعد بگی باشه خدا راست خیلی بده نمیگم دیگه و عادت هم اصلا نمیشه چی نکنی یارو میگه خره این مال اومدم نمیگم از فرهنگ ما اصلا فرهنگ ما فرهنگ پادوییه آره واقعا فرهنگ کارگریه نه میدونی البته کارگری هم یارو بچه‌ش میبره فرهنگ احترام بیش از حد احترام همین باعث شد تاریخ به ما آره به ما حمله شد این همه آره این همه حمله الان دیدیم پوتین راستی رفت با ترامپ صحبت کرد سیاسیش نه صحبت نکنیم صحبت نکن دعوتش هم کرد به مسکو فقط اینو بگم آره و آینه ما سم ابراج فرهنگ ما آفرین ما اصلا پادو یارو پدر بچه‌ش میبره میشه رفیقش آقا غلامزاده یعنی مثلا این به دنیا اومد که برده تو باشه این چه صحبتی اصلا اونور قفله این مثلا تو بچه داشتی مثلا به کار نمیبری این الفاظو نه میگم پسرم هستن تو ایران هم باشی نمیگی اینا رو بس احترام حتی وسط باشه نه بابا غلامزاده چیه خیلی زایه حالا اگه بزرگ شده واقعا غلامی تو نکنه حسابش هم نکنه خودتو رو قل زنجیر ایران نمیدونم پسر من ایتالیایی ایرانیه ترجیحه الان چه فرقه بازم غلامزاده این هم بیشتر برده‌زاده میخوای بگم چیز دیگه زاده نه من پسردار نمیشم بچه دار شدی چیکار مثل چین قدیم دختردار میشدن دخترشون میکشتن اول میفرستمش ایران به دنیا اومد ریاضت بکشه مثل پدرش بعد مثلا 18 سالگی اینو برمی‌داره بعد پدر خوبی میشه خارج بدونه من بسیاری مادرش هم داره چقدر با خوب رفتار میکنه چون همش بحث انرژیه دیگه یعنی مثلا مادرش اگه خوب باشه از نظر اخلاقی ظاهری از نظر اخلاقی مثلا خوب باشه تو یعنی مثلا اینو بیشتر میذاری ایران بمونه من با پسرم اخلاقی خوبم دیگه پول میدم این بره بیرون من با مادرش اخلاقی پول میدی به پسره آره پول میدم پسر برو خرج کن دیگه برو چند تا کافه بعد اگه خودت پول نداشته باشی اونور گدا گرسنه باشی چی زن نمیگیرم زن بگیرم پولدار میشم زن بگیری بچه دار میشی نه زن بگیرم بچه دار میشم زنم بخواد شوگر یعنی اونورم به مگر اینکه اجاقمون کور بشه اجاقتون کور بشه ولی خوب اونجا بچه دوست داری بچه بعضی مثلا بعد چند سال بعد ازدواج دوست داری بچه دار شی بستگی به وضع مالیم داره نه باز زنم هم خوب بشناسم زن خوب باشه باز دوباره خوب شاید زنی بگیرم بگم مثلا بچه نمیخوام بیرون از زن من یه سوال از شما دارم چون شما حرف نمیزنید در مورد فاز چیه علیرضا داخل فاز زن آقا که میدونیم تو 5 6 تا زن داری چرا بروز نمیدی اینا رو علیرضا یه سری از افراد هستن که باید پتانسیلشو دارن و خب میخونن قبول میشن فاز دارن تو خودت فاز چی بود کنکور دادی یعنی الان یعنی شدی چیزی؟ نه من دنبالش نبودم 2 سال 3 سال سال آخر سال آخر خوردی من برعکس بودم من 2 سال اول سراغش بودم سال آخر فهمیدم خبری نیست من 3 سال آخر کلا دنبالش نبودم کلا 3 سال کلا نبودم مرسی کلا نبودم راه درست من ازم 12 سال من داشتم الان شغلتو بگو بچه کف کنن بدون چه پول داری خودم والله حقیقتا پرسنل تالارم و هر روزانه حدود 10 میلیون از مراسم پول در میارم روزانه ساب تالار خوش 5 میلیون میگیره 600,000 رسیدیم که کنکور تموم شد خدا رو شکر واسه مهاجرت هم ریزه حرف زدیم و وسطش به حاشیه کشیدیم و بچهای گل افغانیا بنده خدا در مورد زن خارجی صحبت کردیم که مامانش هم باید تاثیرگذار باشه داخل حالا بریم در مورد دلیل مهاجرت چرا مردم ایران مهاجرت قبول دارم این سوال خوبه قدیم مثلا میگفتیم که الان توی کشور نرمال اونوری بری اصلا همین وری آسیایی بگی میخوام مهاجرت کنم مثلا میرفت میگه چرا داشت چی شد کشور چی حتی من خود ژاپنم دیدم که فقط از برندینگای خودشون استفاده میکنه مثلا آیفون داخل ژاپن شاید استفاده نکنن زیاد ولی برندهای خودشون صدر جذب مهاجرت داره
همین دیگه من یعنی منظورش چی میگه؟ منظورم اینه که ببین وطن پرستی داره طرف، ولی اینجا رو آره. ببینی هیچ چیزی آره، در خود سوال من ایرانی چیز که- دیگه. حالا ممکنه داخل خود کیفیت هم عامل اصلیش باشه ولی اینجا هم میذارم نه اون ور میری میگه مثلا بگم مثلا من با علیرضا مثلا دو تا آدم چه میدونم ژاپن همین گفتی میگم داشتم مهاجرت کنم میگه چی شد افسرده شدی یا حقوقت ندادن چی شد چه خبره اینجا اینطوریه که میگه من میخوام مهاجرت کنم میگه داش کجا نمیگه چرا میخوای مهاجرت میگه کجا میری ما هم ببر داشا میگه چی همه میخوان یه جوری فرار کنن همه میخوان فرار کنن اصلا این آقا مهاجرت مهاجرت این ملت برمیگرده به این که تو وطنت دوست نداری. نه. اینم سوال خوبه نه میتونه تاثیرگذار. من خیلی دیدم که وطنشون رو فش میدن. شما دوتا هم جزو این خیلی میگم باید وطنمون رو بسازیم آره. آخه وطن تو کجاه جایی وطن که چیه راحتی اصلا؟ وطن چیه؟ وطن یعنی بنظرم- جایی که بنظر به دنیا آمدی. همین باگشه یا دیگه یکی ممکنه مثلا بگه نه من خودمو خیلی ایتالیایی میبینم یا مثلا خیلی روسی الان تو میبینم فکر من اصلا کن- وطن من روسیه است. آفرین الان مثلا فکر کن تو جنگ ناپلئون با روسیه فرانسوی بودی اون موقع وطنت فرانسه بود بعد روسیه رو میکشی یا الان اصلا- تمام تایم اگه روسی میشدی برعکس این پس وطن الان یا مثلا توی جنگایی که ما داشتیم عربا خیلی دخیل شدن داخل کشور ما، الان یعنی ما عربی منم میدونم مثال ایرانی بزنم مثال از قصد فرانسوی سازش سیاسی شن ما از ژنتیک ما رو میگیم نه خب ژنتیک ما نه واسه دانشمندا ثابت کردن که اول تو کل دنیا الان ژنتیک خالص نیست چون مغولا اون تایم اومدن 4-5% قات دارن همه چی بگم 5 میلیون نفر شنیدی الان هیچ کی تو جهان نمیتونه بگه من خالص مثلا آمریکایی ام آره چنگیز اونجا هم رفت اونا نه دیگه اونجا دیگه نرفت داده آمریکا اونجا خودش نوادگانش آمریکا رفتن خودش اونجا. 200 ساله نوادگان کشف شده. نه دیگه بابا هم آمریکا اسم کشور آمریکا 200 ساله که کشف شده. اصلا قبلش فاز- مثلا آمریکا مثلا سرخپوستیان اصلا فاز چنگیز مثلا چی بود فازه مرد همه رو هم می‌خواست- سوال بود مثلا صبح بیدار میشد با خودش چی میگفت همه رو باید بگم. جی پی اس هم که امروز کیو بکن زن داشت زیاد داشت شنیدم زناش هم از شاید لحاظ تنوع طلب بود از جنسی- اغلب کشورها دلش میخواد زن اصلا داشته صبح باشه. بیدارشون بود داشت من برم جی پی اس هم که نبود که هم توی یه سمتی میرفتن و کافور نبود غریبه در نظر می‌دیدن. اون موقع چنگیزی‌ها، بخوره یکم. شاید مغولیا هدف ورزشکار بشه از این بودن کار هدفش چی همینجوری بود؟ رو چیز نبود شاید اونم بعضا شیشه میزد شیشه میزد و بیخوابی میگرفت هدفش چیکار این کنم بود چیکار همه نکنم راه بچه‌ش برم بشن. نه راه برم هدفش این بود همه بچهش بشن خدا میدونست خودشو شاید ما که نبودیم ببینیم راست میگه حالا خدا به نظر واقعیت داره خیلی بحث داره ما رو میگیرم فردا ما رو بعد اولین ویدیو صفر بریم تو ماجرا ویدیو -1 اوین همین بازی اون پایین طبقه -1 اوین بس این دوریه که تو ایران نمیدونی داشت چرا میخوای مهاجرت کنی کجا 100%. یعنی اون که میخوای بری من همه باید موافقیم اصلا خیلی حالا افتخار میکنم مثلا ما صحبت کنن بچه دکتر داره با بچه مهاجرت کرده اونجا مفلسه به قول ما مفلس میگه اول اینجوری میکنه آره یه بچه من که آمریکا و یکی دیگه هم هست پزشک تو ایرانه مثلا اون به افتخار بیشتریه که این رفت پس از من وطن درست پرستی سالا این به الان نظرت من موافق این نیستم که بمونیم بسوزیم بسازیم کار ما نیست کار کیه به به قول نظرت؟ شمالی‌ها که ته کار نیه کار کیه به نظرت بکاری بالا دست بل بالا دست همونایی که تا الان کنکور همونایی که تا الان حرف نزدیم دربارش خب حالا گوشی کم مهمونو زنگ بهترین روش به نظرت برای مهاجرت چیه بهترین روش باید ببینی که شرایط زندگی چجوریه پول داری بابا دی کارخونه میخره اونور بیزنسی میری راحت مغزت میکشه درست خوبه این دانشگاه گزینه‌ای که ما هست دربارش حرف زدیم مثل اینکه ما نمیکشیم چرا من دارم دانشگاه تو میرم میکشی دیگه. خب من دانشگاه میرم ولی نمیکشم میکشی چی نه این میکشی دانشگاه اینور با تو اونور هم شیشه فرق میکشی داره. نه. شبا درس میخونی آمفتامین که اینور دانشگاه اصلا فقط برای فرار از سربازیه اکثر اگه برای کسی پسرا. که تهران قبول میشن چی؟ که اشتغال 205 رتبه 205 منطقه اوکیه من قبول دارم هنوزم خیلی آدمایی داریم که واقعا عشق علمن
جهان هم همینه اصلا. دیدیم جهان هم در رابطه نزدیکی کسی که بودیم عشقشو باهاشون. داره میره. عشقشو داره میره، اینجا عشقشو داره نمیره، اینجا میگه داش ببین پزشکی پول توشه. آفرین. پول چیشی همینا یه سریاشون قبول میشه، اون حالا که یه عشق علمی قبول نمیشه. این به نظر تو واسه اینو خاموش آره کن. اوکی بیا رد بشه. حالا این به نظر تو الان واسه همه است یا اکثر؟ واسه سربازی بخش سربازی نه بخش مشخصه درآمدش، برای بخش درآمدش. همه تو ایران به فکر درآمدن. این مثلا کسی کلا مگه عشقشو میشه با نداره. پول نباشه؟ الان مثلا حالا با احترام به بچهای هنر که خیلی هم رشته سختی هست، حالا کسایی که هنر هم میرن به فکر درآمده. اینا فاز دارن. حالا پس یه مهمون از بچهای هنر رو باید بیاریم بگیم فاز چیه؟ حتما بیاریم. آره، من بچه‌های اصلا هنرستان. سوال سنگین دارم. آره بچهای هنر هم اتفاقا میتونم خیلی تو هنرستان پاسخگویی تخته خوبن. در هنرستان خدمت. هنرستان هنری نه. هنرستان. اصلا باید ببینی اون ساختار کشور اصلا نیاز به هنر داره. کجا کشور ما به هنر اهمیت میده؟ همه بیکارا میرن هنرستان. من الان میخوام رپرم. آهنگا من گوش کردم. معمولی هم دیگه. من گوش نکردم. حالا گوش میکنم. یکی بعد موسیقی. حتی یه مهمان ویژه داریم. آقا شنتیا ورژن 2. حتی شنتیا به یه ترندی رسید که به یک حالتی رسید که بچه‌ها آهنگش میخوندن. تو شهر من نمیشناختم. یعنی من تو مشهد هم خیلی میخوندن. نه حالا در زدم آرتا جان نذار. آره نه منظورم اینه که هنر اینم به آهنگ نویسی اصلا رپ و ولش پاپ. آره دیگه هنره دیگه. معمولی که هستم که تو الان خواننده‌های در پیت معمولی اونور ببین درآمد. حالا مثلا الان خب این شکلی بخوای صحبت کنی یعنی بچهای هنرستان میتونن به این دید برن دانشگاه که داخل ایران ولی آقا طلبه نداره ولی داخل خارج طلبه داره واسه مهاجرت برن. هنر خیلی میگیره. خب از بیکار نیستن اصولا. نه الان تو مثلا خب بعد گوه خوردی گفتی بیکار. ایران بیکارن. ایران اصلا بها نمیده به هنرستان. چرا کسایی که درس نمیخونن و اینا باید برن هنرستان؟ درس نخونن طرف حال میکنه با هنر میره هنرستان یه چیز یاد میگیره. ولی کسی که مثلا درس خون نیست چرا باید مثلا به اجبار بره هنرستان؟ ایران اینجوریه. ایران حالا به نظر خودت اگه بخوای بری طبق وضعیت مالی که خود داری و اینا همونو میگم. آره. راجع دانشگاه اونور میشه یه تاپیک بهت میدن، تحقیق کردم دیگه، یه موضوع بهت میدن تو 3 ماه رو اون پروژه کار میکنی. آره دیگه 3 ماه راجع به اون زندگی میکنی. نه مثل خب 10 تا واحد میگیری دیگه مبحث اسلامی این ورم همینه. مثلا تعداد واحد مشخص تا لیسانست برداری پاس میکنی، بعدش که رفتی داخل فوق پروژه نویسی شروع میشه. اونور تعداد نه یه واحد میگیری رو اون فوکس میکنی تمرکزی. اون واسه دکترا اینور. حالا نمیدونم واسه فوق این واسه اینورم واسه دکترا این شکلیه. مثلا درباره حالا مثلا جامعه شناسی باشه رشته طرف درباره فرق تو جامعه ببینی تخصص. آره اون مثلا دکترا برمیگرده به تخصصی که همین موضوعی که گفتی داخل ایران هم هست. این شکلیه. واحدی نیست دکترا. اونور از همون اول دنبالش میرن. این به نظر من بهتره. بعد اونور اصلا رشته که اینور پولسازه اونور اصلا معمولیه. واقعا مثل همین پزشکی اصلا خبری نیست اونور. یعنی خبری پزشکی اتفاقا یه شغل به شدت کم درآمدیه اونور. یعنی زندگی روزمره اون شکلیه. کم درآمد که نه جز متوسطه ولی متوسط مثلا بعد اونور اصلا یه جا به بعد به آرزو اینو داری که اصلا درآمد زیاد نشه همونقدر مالیات میخوری. این خبرانی 40% انگلیس میمسو مالیات میگیره. تو $40,000 هم در بیاری 40% میشه چقدر؟ $16,000. حالا بعد مثلا معذرت از این نظر ایران این شکلی نیست هم خوبه یا بده؟ نه بده. چرا مالیات اون مالیاتی که انگلیس میگیره برای خودت داره خرج میکنه. دقیقاً. جاده‌ای که مثلا میری داخلش ماشین خب مثلا نمیتونی این مالیاتی که از تو نگرفته رو تو خرج خودت کنی؟ نمیگی این شکلی آقا من چرا پول بدم؟ بسازی؟ میتونی ولی یه ماشین خوب بگیری که بازم جاده خارج. الان تو واسه کوچه‌تون 100 تا 100 داش خانم بخری باز این کارتون‌ها بلند میگم میبرن. نه تا کی بخری؟ نه الان مثلا تو پراید داشته باشی ولی جادت به شدت تمیز اصلا مو توش نباشه فوق‌العاده باشه ولی پرادو داشته باشی توی جاده‌ای که اینجا خودرو هم جزء وظایف کش اصلا ناکن اونور به مردم اهمیت میدن داشت. پراید نمیذارن. بذار خونه بزنم جای آدم من بذار یه چیزی بگم 50 سال پیش آمریکا تولید پراید رو متوقف کرد. یعنی گفتش این دیگه چیز نداره. اصلا مشکل به نظر من این ور چیه؟ مشکل اینه که ما به همدیگه اعتماد نداریم. بعد چرا انتظار داشته باشیم
دور جان اف کندی بود دیگه. مشکل اینه که ما خودمون به خودمون اعتماد نداریم، بعد انتظار داریم بالادستی‌ها اعتماد کنن. طرف اونور به هموطنای خودش اعتماد داره، مثلا داخل آقا هر جا آمریکا مثلا اقساط بندی میکنه یه ماشینا، آقا ماشین $3000 تو $300 به عنوان پیش پرداخت بده بدون سود. حالا مثلا سود هم میگیم آقا سود 10%. آفرین. سود 10% بده ماهانه مثلا $100 ماهانه $200. اینجا ولی چه شکلیه؟ تو مثلا یه هوندا 125 هم بخوای بخری قیمت 100 تومن هولوشا با دوزی باید بری تو بدوزی. بعد چه شکلی مثلا 50%. آره سود 50% میاد روش، با اقساط به شدت سنگین، پیش پرداختش هم که نصفشه. خب دیگه البته یه کجا لول کنی اینو؟ سوال پسرخاله دارم. اون 50 سال پیش کندی رو بس واسه پراید کشتن، یعنی میگی احتمال داره شرکت کیا خرید؟ یعنی یه سری پراید سوارا بودن که گفتن جانف چی میگی؟ ما میخوایم پراید سوار شیم. بنز کی سوار؟ واقعا خر بودن. اون زمان الان یعنی ما هم خریم؟ ما پراید نریم. تو خود ما نه، من پدرم پژو فرانسوی سوار میشه. میشد. الان نه. حالا نه اونجا مالیات خرید و فروش نه، پول نیاز بود. آره بس مهاجرت میخوای اون ور بکنی نگاه کن دلیلو میچربه. حالا بعد مثلا اومدیم آقا تو عشق اون ور رو داری، هر دری میزنی آقا هزینه‌اش جور نمیشه تو بخواد مهاجرت کنی. هزینه رو از کجا در میاری؟ هزینه یه چیز آخرین آپشن هم بگم راجع به وطن پرستا، چون خودم گوشم جای وطن پرست. مثلا میگه داش اونور بری تو شهروند درجه مثلا 10 بهت ارزش قائل نمیگه. داش تو ایران هستی مثلا جونت ارزش قائل میشن همینجا که هستی، بعد تو از ایتالیا یا مثلا آلمان انتظار داری تو رو شهروند درجه 1 بذاره. میدونی من خودم چی میگم؟ من حقیقت به مهاجرت اعتقاد ندارم. چرا؟ چون اینجا بهت گفتم بزو برکت بزن. من میگم آقا آدمی که وقتی اینور گدا گرسنه است اونورم بخواد بره گدا گرسنه باشه چه فرقی برداره؟ مثلا لنگ اون 1.5 ودکاه یا لنگ 1.5 بلک لیبله داش الان مثلا اتفاقا ببین کسی که به نظرم اینور شکوفا نشده، من خودم شکوفا نشدم دیگه، آقا کسی که اینور شکوفا نشده اونور شکوفا نمیشه. تو شاید اینور کارگر تالاری اونور ساب تالار بشی، اونور خود ساب تالار با چه مدرکی چه شکلی بری دانشگاه مدیریت. خب اینورم میتونی بری مدیریت دانشگاه بخون ببین بهت میدن تالار. الان مگه اونایی که هتل‌های بزرگ ایرانو برو سرچ کن صاحباشون هتلداری خوندن؟ نه ساختمون میسازن. ببین چند تاش مهندسن. خب اینجا بازار مثل پولدارا. ببین اصلا ساب تالار مبحثش با مدیریت تالار فرق داره. ساب تالار خودش نمیاد دست بکنه تو کار، آقا آره من فلان کارو بکنم، برو فلان خریدو بکن، برو این کارو بکن. خب یکی مثل تو پیدا میکنه 600 میده 900 میگه که تو مدیریت. حالا 900 هم مثلا میلیونیه، مثلا 5-6 میلیون میگیرم مدیریت حالا رو با هر مثلا اینی که نگم با پول داره اون مجموعه رو مدیریت میکنه. مثلا خارج نظرت این شکلی خارج اصلا تو میخوای بری مثلا چه میدونم مکانیک بشی، تو اصلا میلیاردر باش مکانیکی هم بلد باش، مدرک مهمه اونور، ارزش داشت. مکانیکی نخوندی عملی هم بلدی به ما رب نداره، پول هم بری به ما رب نداره، مدرکت این بود ما به اعتماد میکنیم تو این زمین فعالیت کن. اینجا میگم داشت تو میبینی کامپیوتری داره ساختمون میسازه مطب زده تالار مدیریت الان یعنی اینی که داری میگی هیچ کی سر جای خودش نیست. الان یعنی اینی که داری میگی همه چی یعنی برمیگرده به درس خوندن. این شکلی گفتی همه چی برمیگرده به درس خوندن. من گله میکنم از ایران. گله میکنی؟ چون من به عنوان یک فرد میخوام مهاجرت کنم دارم دلایل رفتنو بدم. حالا مثل جواب منو بدی که الان مثلا من اینور گدا گرسنم برم اونور گدا گرسنه باشم چه فرقی برام داره؟ آفرین الان بهت میگم اونور گدا گرسنگیش خیلی فرق داره. میدونی مثلا گدا گرسنگی اینورم این شکلیه که مثلا تو نژاد پرستی دیگه تحمل نمی‌کنی، 4 تا همزبون خودتن، ولی اونور بری گدا گرسنه باشی چی میگه؟ مثلا خودت افغانی تو خیابون میبینی ای اومده خارج شهر رو مثلا فلان کرده، ولی مثلا اونورم بری خب این دیدن باز رو خودته وقتی گدا گرسنه باشی چه سودی خارجی بشم. دوستان مرد 990 چهره هستن. اونور گدا گرسنگی فرق داره. چه فرقی داره؟ من گدا هم باشم به یورو در میارم. اونور اینجا واسه 10000 تومانی میندازم واسه من 5 یورویی. خب این دیدو مثلا 5 یورو گدا گرسنه بودی تا حالا اونور ببینی 5 یورو میندازن یا نه؟ مکدونالد میگیرم یه ساندویچ 6.99 یه بطری مشروبم چرت پرت برند میتونم بخورم. تو اینجا گدایی واقعا گدایی. غذا هم نمیخوره. من خیلی گداها رو دیدم که سرمایه‌دارن اینور. اتفاقا گدایی مثلا بعضی وقتا خودم وسوسه میشم برم گدایی. من خودم یه بار یک از بچه‌ها تعریف می‌کردم پادکست تمومه عرض بریم سر خیابون. یه بار تو خیابون دیده بودم که مثلا 4 تا گدا میدیدیشون. من اون موقع خودم AC داشتم
گوشی گلس ترکیده، پول نداشتم برام عوضش کنم. بعد دیدم یک گدا گرسنه، حالا گدا گرسنه قشنگ نیست، فقرا، حالا اینا فقرا داخل خیابون بودن، اینا حامی ندارن. آره. فقرا داخل خیابون بودن، بعد گوشیش 5 مدل از من بالاتر بود. حالا این به نظر وضع مالی خوب نیستش، یعنی خیلی یا برمیگرده به همون مبحث شیشه که من گفتم. شیشه گلاس منظورته؟ نه شیشه بطری، شیشه آبجو. ناگهان اگه بذار با این جمله این مبحث تموم کنم، تو اگه اینور شیشه ای با این سنگ میشکنی، اونور شیشه دوجه داره، 2 تا سنگ میشکنی؟ نه صدا نمیره. تمام شد، دفاع کردم دیگه. اینو اونایی که من قانع نشدم ولی آره کامنت کنین. کسایی که میتونه من قانع کنه لطفا داخل کامنت ها بهم بگید. شاید کسایی که میگن برگردیم، اصلا کسایی که اونورا که جواب بده نمیدن. آقا اونایی که میگن برگردیم ایران، شاید همین کسایی هستن که اینجا کاری نیستن میره اونجا کاری نیستن. اصلا من یه تئوری توطئه‌ای دارم، اونایی که رفتن اونور میخوان ایرانی زیاد نیاد، میگن داش نه ما خودمون میخوایم برگردیم. یه چیز دیگه الان اومد، بذار یه ترند دیگه هم اینجا وسط بکشم، پسرا پرنسس شدن. من میگم این تئوری شوگر ددی‌ها. چرا میگن که پسرا چرا واسه خودتون ارزش قائل بشین، خرج نکنین، فلان نکنین، خب ما این کارا نکنیم، فقط دختر توجه میخواد، هزینه میخواد، نمیاد. منطقی. شوگر رو اینا رو بلند میکنن، بازار ما رو کساد میکنن، بازار خودشون بورس. من یه سوالی دارم، تو مثلا حالا مثلا آیسان اسلامی و 100 تا بلاگر معروف که خارج از کشور هستن، خب آیسان 14 میلیون فالوور داره. نه حالا چیز بعدی نمیخوام بگم، خارج از کشور هاشم آیسان، ما شمالیم خودمون، اشکال نداره بگو تو میگی خارج از کشور هستن، وضع مالیشون خوبه، اینا میان مثلا تبلیغش هم نمیکنن بنده خدا، ولی مثلا از اون روزمرگیش میذارن. بعد یکی دیگه هم هستش، حالا بنده خدا کارگر، مثلا صندلی من کو، چی میگه، صندلی از من گرفت، صندلی از من گرفت. مثلا اینا الان منظر تو یک وضعیتن جفتشون مهاجرت کردن، جفتشون هم با امید زندگی بهتر رفتن، جفتشون خوشبختن الان، و جفتشون خوشبختن، یکی با شیشه یکی با پول. نه هر دوشون وضعشون خوبه. نه بابا اون بنده خدا داره کارگری میکنه. آره پس چرا ویدیو میگیره؟ خب همین دیگه میگم، بس یکی رو شیشه یکی رو تو الان اینور کارگری میگه، وقت میگه ویدیو بگیری؟ خیلی وقت هم خب دارم اینجا چیکار میکنم؟ دارم میدم ویدیو. الان تو شیشم کار نداری. در شیشم بچه‌ها هزینه پول ادیت نداریم، ان شاءالله ویدیو بعد شیشم بریم. من با 2 تا دختر خارجی داره تیک و تاک میکنه طرف، تو اینور به دختر تیکه میزی داشش میاد بیان قمه میکشه. اونور این شکلی نیست، یعنی حال میکنی، یعنی خودت مثلا بری اونور بی‌ناموسی عرفه. خب الان خارجی ها میریزن رو خدا. اونور به انگلیسی بگید تو ترجمه کن، بی‌ناموسی is عرف. اوکی. در موردی کنکوری که ندادی نظرش نه واسه نه علاوه بر خوش سوالی باز هم در میتونم بفهم کنم جای بیرون دوست دارم. اگه میخوای میتونی بزن. سلام. الان رجوع به خب بریم پس الان دوباره خوش آمد اول دیگه میخوای. ای بابا.